بر روی صحنه و هم در دل ما. هزاران مخلص شد عاشق تو، به نقش دیدن بودش تمنا. به نقشت هر دل را گرم کردی، اگر سنگین دل بود نرم کردی. کسی را که نبودش تاب صحنه، به وقتی بازیت پر شرم کردی. بلندام استی تو با امر وجدان، به صحنه کردی خدمت از دل و جان. فدایی صحنه می سازد وجودش، کسی با صحنه بسته عهد و پیمان. گلاندام بیمان تو بحر مایان، گلاندامی عزیز ارزنده شایان. گلاندامی که بخشد صحنه را نور، گلاندام چروک پرشور و پویان. همپیشگان گرانقدر، حضور یکایک شما را در این محفل بسیار هم زیبا و نورانی با عنوان گل صحنه به افتخار 60مین سالگرد فعالیت هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان استاد گلاندام سفرعلی و خیر مقدم میگوییم. چشمانداز بسیار مختصری داشته و واقعا هم چون تو یکتای به دنیا آمدی، با تو دنیای به دنیا آمده است. چون تو زیبای به دنیا آمدی، شور و سودای بدیلها آمده است. امروز صمیمی‌ترین، عزیزترین هواداران هنر اصیل، مخلصان شما و شادباش شما آمدند. حضورشان را گرامی می‌داریم و حالا با عرض احترام از معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان دوست و برادر عزیزمان دولت سفر خواهش میکنیم که برای عرض پیام و شادباش روی صحنه بیاید. همه شما را تبریک میگویم، مبارک باشه جشن مردم. و در این ذهننامه‌ای که از نام وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مطبوع و سفرایان نشر شده است که برای تبریکات معلمه عزیز مادر بزرگ اهدا کردن و این در اینجا هم سخنان هم صداقت و صمیمیت شما با تئاتر، نقش‌های آفریده شما بیان گشتن که این را در علایقگی می‌خواهیم و کمینه بسیار می‌خواهم که از رسمیات بیرون‌تر باشیم، آزاد باشیم و درباره تئاتر و مادر بزرگ و استاد ارجمند مادر عزیز را هنرمند بسیار شناخته گلاندام سفرعلی و یک شکوه شهامتی تئاتر هستند. یک نگاهی گلاندام سفرعلی، یک حرکتش در کوچه، ولی من از صحنه بیرون در کوچه یک تئاتر دیگر را معلومه شاید این ifade میکند که طبیعتاً هنرمند هستند، ساختکاری ندارند، هیچگاه با نظر ساختکاری با جامعه، با اطراف، با محیط نمی‌نگرند. من بسیار مشاهده کردم، کمینه بسیار مشاهده کرده است، کردم بسیاری از هنرمندان شناخته که امروز افتخار صنعت تاجیکستان، افتخار فرهنگ معنویات، افتخار هستی ما هستند. شاهده کردم که اینا گوهرهای باز هم ناسفته. هنرمندی تئاتر و کینو باید که 100 سال هم باشد، 120 سال هم باشد، باید در روی صحنه باشد. برای هنرمند نفقه این بیگانه است. یعنی نقشی رو، هنری رو اهدا میکنند در تماشاگری که در انمون 30 سالی 95 سالگی است یا در 100 سالگی است. ما عرض گذاشته، اعتراف کردن این وظیفه مقدس ما است. مثلا من مثال میگم، 20-30 سال یا مثلا زیادتر از یک برنامه بی‌غرض امروز پند بی‌غرض کردن. دیگر این چیز کور نشد، شکل پیشنهاد کور نشد. دیگر صحنه‌هایی که بسیار
رویکی هستن نمیزده در تلویزیون در فیلتر ها پیش میکنیم 10-15 دقیقه مثلا در مورد گلندون سفرعلی و اوزور از تجربه زندگیش گفتن خودش بهتر از بهم است. فیلم های ترکی کوتاه‌متراژ 15 دقیقه است در موضوع روز تربیت فرزند است، هفته دیگر در مورد نمیدونم یک موضوع دیگر است، ان همین شکل پیشنهاد باید باشد. امروز باید تلویزیون رسانه‌های اطلاعاتی در هر ساعت و هر دقیقه از هنر هنرمند از تئاتر استفاده کنند. امروز تئاتر زندگی ساز است، تعریف ساز است، تقدیر ساز است. ما حالا هم نیاز داریم به هنر بی‌نظیر هنرمندان تئاتر که میگویند در سینما فقط نه انا در همین سال ما باید بیشتر توجه کنیم به بیشتر در نمایشنامه‌ها در تئاتر و کینو و تلویزیون استفاده بریم و تمام هنر استفاده شما فعالیت ایجادی شما رو که افاده کنند و صد ساله ها به خاطر بمانند. مبارک باشد برای همه شما این وسیله، این ملاقات، این واخوری، این هنری بالا تبریک میگویم. باشد که در 100 سالگی استاد ارجمند گلندام سفرعلی و باز انامی خیلی مبارک باشیم از فعالیت ایجاد هر دیگه و از مملک شناسی و موقع پذیری شما استفاده کنید. سلامت و سربلند باشید. مهمتر از همه ما در پرتب کف دعای شما، شاگردان شما در پرتب کف دعای شما، آرزوی تمامیت شما در اطراف شما باشند. شما افتخارمندید، ما باشید، ما افتخارمند شما. سربلند باشید. تشکر از استاد عزیز صاحب جشن ارجمندمان را با این سین خجسته و مبارک با این 16 ساله فعالیت بسیار پربار هنریشان صمیمانه شادباش و مبارکباد میگوییم. گویم باز ای حسنی حیات من، چی گویم باز ای پرواز یاد من، برای چشم تابانه، برای عطر زلفانه، برای هر سخن، هر نام، هر زنگ تلفن، برای خلقت زیبا پرستی تو، برای آن که هستی تو، برای آن که هستی تو. من از تو راضیم تا زندگی را راه و منزل هست، من از تو راضیم تا هستم و در سینم دل هست، من از تو راضیم، من از تو راضیم.
آن چیزی که گفتم در این صحنه البته من بهترش رو گفته نمیتوانم. من از همه شما از خورد تا کلان بسیار منت دارم که مهنت خاکسارانه مرا قدر کرده و این جشن تشریف آوردید. 100 بار تشکر، 100 بار من منتدار. با نام آفتابی می، چون نوری آفتاب می بود گلندام ما، زی مثنوی معنوی چونی بود گلندام ما. با قامت نازک و هنری نازک و همدل نازک همیشه شاه ملیکه صحنه بود گلندام ما. گلام شب مرا بسیار تعریف تصریف کردن. شاید من جایی به ایرلنده نباشم. من همیشه در همه نقش‌هایم تا نفس آخرین من کوشش میکردم که نقشم بسیار خوب براید، تکرار نشونده براید. من کوشش میکردم. چی بها میتیه در دست شما تماشابینان است. میخوام از یکایک شما عزیزان عرض سپاس کنم برای تشریف خجسته‌تان، ولی میخوام مخصوص به جگربندان صاحب جشن ما، صلح جان، طاووس جان عزیز، و همه این نبیرها و پیوندان عزیز عزیزمان عرض سپاس کنم برای ادای قرض فرزندی. ما شاهد بودیم که چقدر تلاش کردن، چقدر زحمت کشیدن تا این جشن مبارک دایر گردد و ما در فضای مهر و محبت اینجا با هم دیدار رو بینیم و از دیدار اپای عزیزمان برخوردار شویم. همیشه سلامت و کامیاب باشد عزیزان. امیدوارم در جشن 90 و 100 سالگی اپای عزیزمان همیشه با هم بیاییم و این خوبی
این زیبایی تجلیل کردند. از همه این دستاندارکاران، از همه آنهایی که این فیلم را مرتب کردند، از این برادران عزیز که امروز با دستگاه‌های صدا در خدمت ما و شما قرار دادند. سلامت باشید.